خوشگلین شما. متشکرم، خیلی ممنون. شما همینطور. خب این که خودم میدونستم ولی لازمه به شما بگین تو کار من دخالت نکنید، ولی واقعا خوشگلی. خب وقتی کسی آواز میخونه طبیعتا زیباست که صورت زیبایی هم داشته باشه، موهای خیلی زیبایی داشته باشه، این همه رنگ و روغن، سنگای الوان غیر و ذالک اینا، ولی تمام اینا دلیل صدای خوب نمیشه. میدونی صدای من خوبه، صدای منم خوبه، مردم باور نمیکنن. داستان اینجاست. ولی من مردم باور میکنن. این خانم اسمشون بهارک هستش. عطاالله خرم چندین سال پیش آغاز به کاری کرد که نتیجهش امروز خانمی هستن که اینجا نیستن. البته آغاز به کاری کرد نتیجهش این خانمه منظور نیست که ایشون به دنیا آورده، ولی ایشونو شاید به اون دنیای هنری وارد کرده که نتیجه واقعا آموزش و پرورش دادن یک معلم هستش. خرم خب عطاالله خرم معروفه، همگان هست، نیازی نیست که من رو معرفی بکنم. شما با خرم آشنا شدید و گفتید که میخواید آواز بخونید. بله، گفتم که میخوام آواز بخونم و ایشون گفتش که بخون ببینم چه جوری میخونی. بخون ببینم چه جوری میخونی و گفتش که این مسئله خیلی دشواره و دشواره. برای این صدای خوبی نیست حتما. صدات خیلی قشنگه، واقعا صداتون قشنگه. من صدای شما رو توی تلویزیون شنیدم وقتی که تبلیغ کست شما چی فکر میکنید؟ قول و غزل. من انقدر اگر شنیدی شما چی فکر میکنید؟ یه موقع از که آدم یه چیزی رو میبینه دقت میکنه، برای اینکه میگه که این مسئله برای من مهمه، باید بدونم که این خانم چی رو میخونه. یه موقع از که آدم میبینه و میگه که خب دنیا شلوغ، همه میخونن، با آدم توجه نمیکنه. بعض وقتا آدم به ناحق توجه نمیکنه، برای اینکه باید تو کار من خودم باید توجه بکنم. ولی منم گرفتاری دارم مثل شما دیگه. حالا شما گرفتاری دارین تو زندگیتون؟ من خیلی گرفتارم. مثلا چی کار میکنی؟ کار. چه کار؟ غیر از آواز خوندن. غیر از آواز خوندن خیلی کارا. نمیشه یه نصف یکیشو بگین، یه خوردهشو بگین؟ غیر از کارهای هنری کارهای دیگه هم من. حالا ظرفشویی، آشپزی، خیاطی، بله، آشپزی، خیاطی، هر چیز. 2 روزم باید موهاتون درست کنین، 3 روزم باید توالت کنین، 3 روزم باید چشمم بکشم. اگه چشتون نکشی نمیتونی بخونین. نه دیگه، مردم دوست ندارن. شما گفتین خوشگله، باید خوشگل کنیم. جدی راست میگم. هنرمند درسته که خوشگلی نمیخواد، ولی آدم همیشه به صورت زیبا خب خیلی بیشتر توجه میکنه. اگرچه آدم باید به سیرت زیبا توجه میکرد، ولی در لس آنجلس من نمیدونم دیگه کوسیرت زیبا بماند. من یه چیزی دلم میخواد. شما خواننده هستید. عطاالله خرم به شما گفت زحمت داره، گوشهای ایرانی رو آموختید. بله. درست میگم؟ گوشهای ایرانی. انگلیسی میخونید؟ انگلیسی هم. و فارسی مدرن، جاز، موسیقی پاپ ایرانی میخونی؟ بله. میتونی بخونی الان؟ هر چیزی که بخوام گوشه ایرانی، چرا نمیتونم بخونم؟ هر چی دوست داری بخون. هر چی دوست دارم. فکر میکنی که اون چیزی که اگر بخونی مردم میگن که یک خواننده متولد میشه امشب؟ بخونم هر چیزی که خواستم بخونم. هر چی که عشقتونه. فقط شب بود بیابان بود زمستان بود نخونی. شب بود بیابان بود زمستان بود. تو را خدا اینو نخونی. برای بود سرمایه فراوان. در زمان مادر بزرگ من خانم فوران شاپوری خونده بودن، بعدم نخوندم. شما گفتی هر چیزی یه چیز عشقی، یه چیزی که صدا رو نشون میده بخون. اگرچه وقتی که میکروفون نیست و اگر میکروفونی هست برای صحبت کردن، نه برای آواز خوندن، دستگاه‌های موسیقی نیست، ساز نیست، اکو نیست، چیزی که وقتی نیست خواننده اصلا نمیخونن، خواننده معروف هم نمیخونن. این مژده به شما بدم. ولی خب من میخونم. بخونی. همینجوری بخونیم ببینم. در این فکرم که خواهی ماند با من، در این فکرم که خواهی ماند با من، مهربانیانه به من کم می کنی لطفی که داری این زمانیانه، گمان دارند خلقی که از تو خاری ها کشم آخر، عزیز من گهی خواهد شد آخر این گمانیانه. یا اقوا یا براو.
براو واقعا من مبهوت موندم من پررو واقعا میگم و من دیگه الان اصلا روی صحبت کردن ندارم چون انتظار همه چی داشتم برای این صدا رو جدی میگم بخونم شب بود بیام. نه خواهش میکنم نه همین چیزی که میخونی بنز کافی زیبا است. من فکر کنم که برای که من روم یه خورده کم بشه بهتره که کوروش این مقدار آگهی نشون بده وگرنه من اصلا واقعا خجالت دید و اولین بار در عمرم روم کم شد. باشه با آگهی توجه کنید. توی این شهر فرم میونه این همه رم خاطره گذشته ها به دلم میزنه چند به دلم میزنه چند خاطره مادر بزرگ قصه بر بگو قصه بود و نبود قصه آتش و دود قصه آتش و دود